وقتی که شما یه مرور عمیقی بر ابیات مولانا بکنید، وقتی که حرف میزنه واقعا ببینید که چگونه مخاطب عوض میشه، از وادی به وادی دیگه پا میگذاره و چجوری معنا کردن بیت بر شما دشوار میشه، مگر اینکه متفتن به این معنا باشید که موضع عوض می شود و مولوی همیشه یک جا نایستاده و مخاطب روبروی هم یک جا نایستاده، جا عوض می کنند و چنان در هم می روند که کار بر آدم ناآشنا مشکل می شود. اما همین که آشنایی حاصل شد اونگاه متوجه می شید که این چنین است. جان جان دوش کجا بوده ای، می غلطم در دل ما بوده ای. آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بوده ای، آه که تو دوش کرا بوده ای. دارم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی. رشک دارم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی. زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که بگویم تو، بی من بیچاره کجا بودی. اونجا که مولانا میگه آینه ای نقش تو عکس کسی است، خود ز همه نقش جدا بوده ای، در اینجا درست متوجه میشید مولوی در واقع معشوق خودش رو در حکم آینه ای میداند که خودش رو در او میبیند. لذا با معشوق خودش که آینه باشد وقتی حرف میزنه، چون خودش هم در آینه دیده میشه، گویی که با خودش داره حرف میزنه. و وقت اگر آینه حرف بزنه، چون عکس او در آینه است، او گمان میکنه که خودش داره حرف میزنه. نکته خیلی مهمی است در واقع، یعنی تئوری، اون پایه تئوری این مطلب رو دارم برای شما میگم که اگر موجودی آینه‌وار در مقابل شما بایستد، سخن گفتن شما با او باعث می شود که خطیب و مخاطب در یکدیگر بروند و معلوم نشود که کدام گوینده است و کدام شنونده. بارها این قصه آینگی در اشعار مولانا تکرار شده است، هم در دیوان شمس و هم در مثنوی. تفتن به این نکته باعث میشه که آدم اصل ماجرا رو بهتر بفهمد. در خداوند برای آدمی همیشه نقش آینه رو داره، یعنی هر کسی خودش رو در خدا میبینه. کمتر کسی است که خود خدا رو ببینه. خود خدا بیرنگ است و لذا دیده نمیشود. و اما ما چون رنگ داریم، رنگ ما که در آینه منعکس می شود، ما اون رنگ رو می بینیم و اشتباه می کنیم، فکر کنیم این رنگ خداست. خدای هر کس به قد و قامت اون شخص است و در حد ظرفیت او پیاده می شود و شکل و محدودیت می پذیرد. اینا نکاتی است که باید در بن معنا نزد شما باشد تا درک کلمات مولوی و همچنین سر در هم رفتن گوینده و شنونده هم قدری آشکار بشه. آینه رنگ تو عکس کسیست، تو ز همه رنگ جدا بودی، تو ز همه رنگ جدا بودی. آینه
رخ خوب تو آخر گواست. رنگ رخ خوب تو آخر گواست. در حرم لطف خدا